به نام خدا. سلام دوستای عزیز، امیدوارم که حالتون عالی باشه. آقا چون خیلی از من سوال پرسیدید، من از این به بعد هر رباتی که داخل کانال بذارم لینکشو، ویدیو آموزشیش هم باهاش میذارم که دیگه هم شما عزیزان راحت باشید هم من. بریم سراغ همستر کمبت. بچه‌ها یادتونه این ایردراپ رو وقتی ما شروع کردیم زیر فکر کنم 5 میلیون کامیونیتی داشت. یا آره دیگه همین حدودا. الان کامیونیتی همستر کمبت 250 میلیون نفر رو رد کرد. کامیونیتی چیه؟ کامیونیتی تعداد آدمایی هستن که دارن این ایردراپ رو جمع میکنن یا توی این پلتفرم کار میکنن. عرضم به حضور شما که این 250 میلیون نفر حالا همشون یه شخص نیستن. خیلی ها چند تا اکانت دارن. 1 میلیون شما فرض کن منم این 200. ولی شوخی میکنم. ولی خیلی ها مثلا چند تا اکانت دارن، یکی دو تا اکانت داره، یکی سه تا، یکی چهار تا، بعضی هم یکی اکانت دارن. اما 250 میلیون کاربر دارن این ایردراپ رو جمع میکنن. راجع به این که ایردراپ چیه حالا من توی یه ویدیو مفصل براتون صحبت میکنم. من یه توضیح مختصر راجع به این بازی بدم، حالا خودتون همتون میدونید ولی خب بازم میگم. بچه‌ها اینا کوینای ما هستن، بهشون میگن توکن، سکه، چیزایی که ما جمع میکنیم، بعد همینا به حساب کیف پولمون واریز میشه به همین تعداد، یا حالا متغیره، بعضی موقع صفرشو کم میکنن، بعضی موقع اصلا این عدده نیست. مثلا میگم به هر کی که 100 میلیون تا جمع کرده 10 تا توکن میده، به هر کی که 10 میلیون تا جمع کرده یه توکن. اینا متغیره. خب یه بخش دیگه اینجا هست، دیلی ریوارد. چرا اینجوری شد؟ این اینجا ببینیم. وقتی میاید میزنید روش وارد این صفحه میشید. بچه‌ها اینجا ما باید این گزینه چک و وقتی بزنیم میره و اون ویدیو یوتیوبی که مستر کمبت برای ما گذاشته رو میاره واسمون که تماشا کنیم. هر دوتاش هم همینه، یعنی شما هر روز باید بیاید این ویدیو رو تماشا کنید، بعد 1 ساعت بعد 2 ساعت بعد پاداش داده میشه، میاید میزنید روش و اون پاداشه رو میگیرید. ببینیم. آره من این ویدیو رو قبلا نگاه کرده بودم، یعنی ببینم اینم. نه دیگه این یکی میره داخل یوتیوب. بعد حتما هم لازم نیست که شما ویدیو ها رو تا انتها نگاه کنید، همین که 5 دقیقه نگاه کنید، دو 3 دقیقه نگاه کنید، 1 دقیقه نگاه کنید بیاید بیرون، یا همینجوری بزنید روش بره داخل بیاید بیرون. که بعضی از ربات ها میفهمن که شما ویدیو رو نگاه نکردی و اون پاداشه رو بهتون نمیدن. سعی کنید برید داخل، یه چند ثانیه نگاه کنید بعد بیاید بیرون. یه بخش دیگه است اینجا، دیلی ریوارد، که وقتی بزنید روش هر روز بچه‌ها اینجا یه پاداش روزانه‌ای به ما میده. که وقتی مثلا من امروز حالا پاداش روزانه رو گرفتم، وقتی این صفحه رو باز کنید، این گزینه رو بزنید، پاداش روزانه‌تون رو دریافت میکنید. این از این. اینجام ببینید این محدوده. اینجا جاییه که از ما خواسته صفحات اجتماعیشو دنبال کنیم. مثلا این اولیه join or tg channel، یعنی میگه وارد چنل تلگرام شو و تلگرام رو دنبال کن. پایینی از ما خواسته که توییترش رو دنبال کنیم. پایینی از ما خواسته بود که معرفی کنیم که توی چه صرافی ما فعالیت داریم، که من خودم بینگیکس رو انتخاب کردم و توی این صرافی فعالیتم دارم. حالا جدیداً گفته من به کسایی که تو لوکیشن ایرانن سرویس نمیدم، ولی خب فعلا ما داریم کار میکنیم. خب این قسمت اینجا به ما گفته آقا 3 تا فرند، 3 تا دوستت دعوت کن، 25,000 تا سکه بهت میدم. اوکی بریم. چیزی مونده توضیح نداده باشم؟ آها بچه تلگرامشونو، این هر رباتی که واردش میشید و میخواید کویناشو جمع کنید، سکه ها و ایردراپاشو جمع کنید، حتما کانال تلگرامشون رو دنبال کنید، چون اکثرا اخبارشون رو داخل کانال تلگرام و توییتر میذارن. دیگه اینجوری خیلی راحت ترید. یا اینکه همین کانال خودمون رو دنبال کنید و من اخبارشون و اخباری که مهم باشن، نه هر چیزی و هر حرفی،
داخل کانال میذارم. اگر بخوایم دنبال این اخبارا باشیم، ما دم به دقیقه باید چک کنیم کی لیست میشه، کی لیست شد، چقدر میدن به ما. یه چیزی که من لازم دونستم بگم اینه بچه‌ها، این ایردراپ ها تا موقعی که لیست نشدن، نرفتن داخل صرافی، قیمت نیومده روشون و ما این دکمه خرید و فروش صرافی رو یعنی واسمون مهیا نشده باشه که بزنیم، هیچ کس نمیتونه بگه که این ایردراپ چقدر واسه ما سود داشته، یعنی چقدر میارزیده این سکه های ما، چقدر میارزه اینا. از موقعی که من حالا بعدن داخل یه ولاگ دیگه، ویدیو دیگه، من میام کلا راجع به ایردراپ ها صحبت میکنم که اصلا چیکار کنیم، اینا میصرفه برامون جمع کنیم، نمیصرفه جمع کنیم، جمع نکنیم، جمع که بکنیم. بریم سراغ بعدی. این گزینه دیلی سیفر، همون کد مرس، وقتی بزنید روش ببین خود این سکه همه سه قرمز میشه. بچه وقتی یه دفعه تپ کنید ببینید نقطه نقطه نقطه. وقتی نگه دارید و ول کنید، ببین نگه میدارید ول میکنید، دستتون و انگشتتون رو نگه میدارید روی صفحه ول میکنید، یه خط ظاهر میشه. کدایی که داخل کانال تلگرام میذارم اینا رو همتون بلدید، ولی بذار بگم موتورمون را بیفته. کدایی که داخل کانال تلگرام میذارم و اینجوری میاد اینجا وارد میکنید، یه حرف، یه گزینه ای، مثلا توکن، میایید کد مرسش رو وارد میکنید، بعد پاداش 1,000,000 که قراره بده رو دریافت میکنید. بریم سراغ گزینه بعدی، دیلی کامبو، همون عکسا که هر روز بعد از ظهر میذارم داخل کانال و دیگه از هر رسانه‌ای الان میتونید توی گوگل، توی یوتیوب، توی اینستاگرام و تلگرام پر شده. یعنی کارتاشو شما میتونید از همه جا پیدا کنید. کارتا رو چجوری بگیریم، اصلا چیکار کنیم؟ بعد راجع به پروفیت، سکه، این چیزا که مهم کدومشون مهم نیست، کدومشون مهمه، من نظر خودم رو میگم، نظر منه، نظر همه رو شنیدید، نظر منم بشنوید. آقا ما این کارتا رو ببینید اینجا، این بخش همینجا که دورشو خط کشیدم، وقتی میایم میزنیم اینجا میگردیم، یه سری کارتا برای ما قرار داده که میزنیم روی این کارت ایتیم. من بزنم، وقتی میزنید روش از شما میخواد که لول این کارتو به ازای 1,450,000 تا حالا بگیر، اون خوردهشو من نمیشم. وقتی اینو شما بدید، کوین بدید، 662 تا در هر ساعت به شما دوباره کوین تحویل میده، یعنی یه جور سرمایه گذاری. این کارت رو شما خریدید، لولشو بردید بالا، پروفیت ساعتی به شما میده، یعنی به ما. خب میایم روی مارکت، ببینید این کارت ها رو من همه رو لولشون رو، بعضیا رو 15 10 14 ارتقا دادم. در مورد کارت هایی که بستن، ببینید پایین این کارت ها به ما آدرس داده که چیکار کنیم این کارت باز بشه. همشون نگاه کنید، این میگه 4 تا فرند بیار، بالایی میگه 2 تا فرند بیار داخل بازی، یعنی لینک تو برای 2 نفر بفرست که بیان بازی کنن، این 2 تا کارت باز میشن. خب بعضیاشون هم ببینید این کارت گفته که آقا کارت شورت، من انگلیسی بلد نیستم مسخره نکنید، اسکویز اگر درست تلفظ کرده باشم، و میگه به لول 10 برسون. اون کارت کجاست؟ ببینید این آخر، بیایم روی نیو کارت که من نتونستم بازش کنم، ببینید اینها اینجاست، این کارت، اینو میگه به لول 10 برسون، بعد اون کارت برات باز میشه که لولشو ارتقا بدی و حالا پاداشاشو بگیری. کارت هایی که اینجا من نتونستم باز کنم دوستان، ببینید این مارجین تریدینگ، پایین ترین کارت، این 15 میگه مثلا x50 رو، کارت x50 رو به لول 15 برسون، من نتونستم حالا یا نرسوندم. این میگه 3 تا فرند بیار تا کارت رو برات باز کنم، این یکی میگه 5 تا فرند بیار تا من کارت رو برات باز کنم، این یکی میگه 9 تا فرند بیار تا من برات کارت رو باز کنم. آقا ما این کارت هایی که نتونستیم باز کنیم یا نگرفتیم عمدن یا هر طوری فکر کردیم راجبش اهمیتی داره؟ نه. مثلا این کارت 12 میلیونی رو من نگرفتم، 12 میلیون سکه خون باباش از من میخواد 3 کا پروفیت بده،
سر چی؟ سر اینکه همستر فقط تو دشویی نرفته عکس بگیره و واسه من عکس از خودش نذاره. الان من 12 میلیون تا کوین بدم، سه کا پروفیت بگیرم، برای چی؟ این رفته بغل جت شخصی این نشسته داره کیفشو میبره، من 12 تا کوین، من به 12 میلیون، تازه نه 12. بیاین چیکار کنید؟ نظر منه، باز خودتون میدونید، هر کاری که بازی برای شماست، هر کاری که عشقتون کشید بکنید. آقا من این کارتو اینو وقتی میخواستم باز کنم، اینو به من گفت که چی؟ کارت ایت تیمو باید بیای برسونی به لول 15. خب کارت ایت تیم کدوم بود؟ صبر کنید تا من پیداش کنم. آها، کارت ایت تیم، این کارت. ببین من به لول 15 رسوندمش، بعد پاداش کارت پایینی باز شد که من بگیرم. حالا من تا این کارت رو آوردم به لول 15 برسونم، کلا هر بار از من 20,000 تا 40,000 تا 30,000 تا 1 میلیون کوین رو خواست تا این کارت باز بشه. چرا این کارت رو باز کردم؟ چون دیدم یکی از دوستانم باز کرده بود و پروفیت خوبی میداد. ببینید این الان این کارت به من 5,000 تا پروفیت میده در ساعت، در ازاش 178,000 تا از من کوین میخواد. یعنی میگه 178,000 تا کوین بده، من الان میزنم روش 5 کا پروفیت منو میبره بالا. بعد من الان میگم پروفیت چیه. اما این کارتی که جدید اومده میگه 12 میلیون بده، 3 کا پروفیت تو میبرم بالا. تا موقعی که کمبوی روزانه نیومده باشه، یعنی کارتای جدید همستر بیان و از من اون کارتا بخواد که من این کارتو آپدیت کنم، لولشو ببرم بالا، 12 میلیون تا کوین رو میدم و این کارت رو آپدیت میکنم تا کمبوی روزانم رو بگیرم. در غیر این صورت من این کارت رو نمیگیرم، 12 میلیون تا کوین نمیدم. نظر من اینه که وقتی که همستر لیست میشه، کوینای من مهمه بچه‌ها، اینا مهمه. پروفیت به چه درد من میخوره؟ ببینید درسته همستر گفته که توی توییترش اعلام کرده که پروفیت مهمه. بله مهمه. ببینید من الان 1,000,000 و 28 پروفیتمه، یعنی 1,000,000 و 28 کا. این یعنی چی؟ یعنی هر ساعت، ببینید این عددی که اینجاست داره واسه من همینطوری میره بالا، هر ساعت 1,000,000 تا به سکه من اضافه میشه. وقتی من میرم بیرون دوباره میام داخل همستر، این اضافه شدنم 3 ساعت طول میکشه، یعنی هر 3 ساعت این متوقف میشه. یعنی در هر 3 ساعت من یک چیزی حدود، چون اون کارتا رو خریدم آپدیتشون کردم لولشون رو، در هر 3 ساعت یک چیزی حدود 4 میلیون پروفیت من میشه. و وقتی میام داخل همستر بازی رو باز میکنم، اینجا میگه آقا ما 4 میلیون برای جمع کردیم، منم میزنم تانکیو. چرا؟ چون من سرمایه گذاری کردم، این کارتایی که پروفیتشون خوب بوده رو اومدم لولشون رو ارتقا دادم، اول خریدم بعد لولشون رو ارتقا دادم. چیزی که همستر داره میگه اینه که آقا این بازی یه سرگرمی آموزشیه، یعنی یه جورایی روی ذهنیت مالی شما هم داره کار میکنه. پس این به نظر من اصلا، امروز مثلا کمبوی امروز آقا این کارت از من 5 میلیون خواست یا چی، در ازای لول اپ کردنش من کمبوی روزانه رو بگیرم. 2 تا کارت دیگه ببینید این زیر 500 کا، اینم زیر 500 کا از من کوین خواست، شاید هم زیر 100 کا کوین خواست لول اپ کردنش. یعنی من کلا هم پروفیتم رفت بالا، هم چی 5 میلیون کوین رو دریافت کردم. یعنی یه جورایی سر به سر شدم. من اینطوری بازی میکنم. حالا باز این دیدگاه منه از بازی همستر. حالا هر کسی دیگه مثلا خیلی ها میگن آقا این کارت رو، این کارتی که الان 12 میلیون اومده باید بگیری بعدن لازمت میشه. اگر من متوجه شدم که میخواد NFT به من بده همستر، یعنی این کارتا رو NFT کنه بعد بگه کارتایی که خریدی به صورت NFT حالا ببر بفروش، اون موقع من میام 12 میلیون کوین رو میدم، این کارت رو میگیرم. اما الان من کوین نمیدم. چیزی که توی هر بازی که تا الان اومده، هر رباتی که تا الان ایردراپ داده و جمع کردیم، این کوین ها مهم بوده، سکه ها مهم بوده که چیز یا هر چیز زیادتر بود ما سود بیشتری میکردیم. بریم سراغ بخش بعدی، بوست.
اینجا توی هر رباتی که شما باز کنید یه گزینه بوست داره بچه. وقتی میاد روش یا به شما مثلا یه مخزن 3 ظرفیتی میده، یعنی 3 تا ظرفیت گذاشته اونجا که شما دوباره مخزنتون رو پر کنید، تپ کنید. داخل همستر کمبت اینطوری نیست. داخل همستر کمبت مثلا من الان اجازه بدید میام مخزنمو خالی میکنم. ببینید میام مخزنو خالی میکنم. مخزن من 6000 تاییه، میام خالیش میکنم. دوباره میام روی گزینه بوست، میزنم روی فول انرژی. اینجا همین گزینه فول انرژی، بعد این گزینه گو گو هد، حالا هر چی میزنم روش، مخزن من دوباره پر میشه و باز دوباره میام ماینمو با تپ کردن انجام میدم. یه سری آیکونای دیگه این پایینه بچه ها، مثلا این ماین، خب ما رو میبره به همون صفحه کارتا دیلی کومبو. شما خودتون روش بزنید، بغلیش فرند. اینجا میگه آقا مثلا شما فرند بیار، من 5000 تا کوین بهت میدم بابت هر فرندی. فرندایی که تلگرام پرمیوم داشته باشم مثلا 25000 تا کوین بهت میدم. بغلیش ایرنه که همون بالا آیکوناش هست و ما توضیحش دادیم دیگه. میریم بخش ایردراپ. اینجا جایی که عکس توکن احتمالی همسترم که شاید توکنشون اینجوری باشه عکسش رو آورده. بچه اینجا قبلا این آیکون کیف پوله که الان هست نبود، رودمپشون بود. ببینید این آیکون کیف پوله نبود، رودمپشون بود. رودمپ چیه؟ نقشه راه یه ربات یا یه ایردراپ یا یه پروژه‌ای که ما میریم ایردراپاشو جمع میکنیم، نقشه راه. ببینید اینجا سایت همستر کمبته، سایت خودشونه. قبلا گفتم اونجا به جای کیف پول رودمپ رو اونجا نوشته بودن، الان اینجاست رودمپش. ببینید اینجا رو شما میتونید خودتون بیاید به فارسی ترجمهش کنید به زبان خودمون. فارسی گفتم. یه چیز دیگه بچه، توی سوشال مدیا هر چیزی هر حرفی رو میزنن. آقا اکانت ایرانی ها رو میبندیم، چه میدونم اگر میخواستم ببندن اکانت یه کشوری رو، یه قاره، هرچی، نمیومد توی یوتیوب مثلا برای کسایی که شناسایی شده که آقا اینا اهل ایران هستن یوتیوبش رو فارسی کنه. یا خیلی از ربات‌ها الان اومدن داخل منوشون توی لنگویج، گزینه لنگویج، زبان فارسی رو قرار دادن. یعنی شما میتونی خیلی راحت زبان ربات رو فارسی کنی. پس هر خبر و هر چه میدونم حاشیه رو دنبال نکنید. ما الان ببینید این کنار این آیکونا، این عکسایی که اینجا سبز شده، خب تا اومده رسیدیم به اینجا توی این مرحله از همستر کمبت TGE توکن این گیم. حالا به انگلیسی هرچی. یعنی چی؟ یعنی TGE یعنی راه اندازی کنیم ایردراپمون و توکن هامونو. آقا ما به این مرحله رسیدیم که تونستیم یه کامیونیتی جمع کنیم، یه سری آدما بیان به ما اعتماد کنن، بازیمون رو انجام بدن. حالا یا یه پروژه‌ای داریم ما توی پلتفرممون، گفتیم هر کاری انجام بدن. اینو ما به این نقطه رسیدیم که آقا این آدما اومدن به ما اعتماد کردن و ما تا این مرحله رسوندیم. جولای 2024 یعنی همین ماهی که ما الان داخلش هستیم، گفتن ما توکنمون رو راه اندازی میکنیم، یعنی این توکنایی که قراره میسازیم و تقسیم میکنیم بین کاربرا داخل کاربرای بازی. حالا این که منظورشون دقیقاً چیه، داخل بازی چه کارهایی میخوان انجام بدن و اینا، هیچکی نمیدونه. هیچ کس نمیدونه. آیکونای پایینم یه سری توضیحات داده، یعنی گفته این همستر کمبت بازی شما جمع نمی‌کنیم مثلا خیلی ایردراپ های دیگه که وقتی آقا موقع تقسیم کردم شد دیگه تمام بود دیگه، ربات بسته شد. آقا شما هر چقدر که ماین کردی دیگه همینجا وردار و برو بریز توی کیف بود. همستر کمبت ادعایی که کرده، گفته آقا این بازی تموم نمیشه و همچنان ادامه داره. پایینی اینجا گفته آقا خیلی به قول معروف
چیزهای خفن دیگه ای داریم که به صورت راز میخوایم مخفی بمونه، یعنی از اینجا به بعدش رو به کسی توضیح نمیدیم، نمیگیم، اینجا به بعدش راز سیکرته. بریم دوباره داخل همستر کمبت و اینکه چجوری کیف پولمون رو وصل کنیم. خب رفقا، همین کادر آبی رو وقتی ما بزنیم روش، ببینید من حالا کیف پولم وصل بود اما دوباره دیسکانکت کردم تا توضیح بدم واسهتون. اینجا روی گزینه من هر بارم فلش میذارم تا هر عزیزی که تا حالا این کارا رو نکرده، من خودم خیلی طرفدار ویدیوهای آموزشی هم، کتابای آموزشی و اینا، بعضیا همینجوری تون میزنن میرم، من اصلا نمیفهمم آقا تو روی کدوم آیکون زدی الان. من این فلشه رو دیگه هی میذارم چون ما که زحمتشو میکشیم ویدیوها رو میسازیم، حداقل کارآمدتر و کاراتر باشه. میزنیم روی کانکت ولت. خب اینجا یه سری ولت ها رو به ما نشون میده، یعنی کل ربات الان شبیه همدیگه شدن. همین سفر رو تقریبا اگر قرار باشه روی بلاک چین تون اینا کار کنن، همین سفر رو برای شما میاره بالا. خب ما با این پایینیا کار داریم. این بالا یه ولت خود تلگرامه. آقا کسایی که داخل لوکیشن ایران هستن رو محدود کرده، یعنی به این ولت وصل نکنید، شاید دچار مشکل بشید. هنوز کسی وصل نکرده که ما بفهمیم چه مشکلی پیش میاد، اما گفتن ما ایران رو محدود کردیم، اصلا بی درد سر کار کنید. بیایید شما هر کدوم این ولت ها رو داشته باشید. این سه تا ولت مال بلاکچین تونه. راجع به ولت ها، من اینکه اینا رو چجوری نصب کنید و اینا، اگر عزیزی نصب نکرده، نداره، سردر نمیاره و نمیدونه، من راجبشون میام ویدیو درست میکنم، هر کدومو میام نصب میکنم و توضیح میدم که آقا چیکار بکنیم. خب این سه تا ولت مال بلاکچین تونه. شما رباتتون رو به هر کدوم از این ولت ها وصل کنید شده، درسته، خوبه. ترجیحاً تون کیپر باشه چون کیف پول با کلاس تریه. میزنیم روش وارد بشه. خب ببینید الان آیکون همستر اومد و تون کیپر و از ما خواسته که آقا اجازه میدی این اپ به ولت شما وصل بشه. اینو که بزنیم یعنی اجازه دادیم. آقا نوتیفیکیشن هم به قول معروف روشن باشه. نوتیفیکیشن چیه؟ یه جور تبلیغات اون ربات، اون سایت، اون به قول معروف اخبارش، این دانستنی هایی که راجبش باید ما بدونیم. بعد من تیکش رو روشن گذاشتم، هیچ اشکال نداره، شما میتونید هم روشن بذارید هم خاموش بذارید. از ما اگر شما تونکیپر رو وصل کرده باشید یا یه رمز 4 رقمی برای ورود به تونکیپرتون داره، یا اینکه اثر انگشتتون رو میارید شما مثلا داخل تونکیپر وریفای میکنید و هر اپی رو بخواید وصل کنید، بچه‌ها این یا اثر انگشتر رو از شما میخواد یا کد رو که میزنید و تمام میشه. خب یه بار من برم داخل تونکیپر. آقا ما از کجا بفهمیم که همستر الان به کیف پول ما وصل شده و ما عملیات رو درست انجام دادیم؟ یه سری حروف اول کیف پول ماست، ببینید اینجا. یه سری حروف هم آخر کیف پول ماست، ببینید اینجا. یعنی 4 تا حرف اول کیف پول ما و 4 تا حرف آخر کیف پول ما رو اینجا به ما نشون داده. اگر ما بزنیم روشم، ببینید من بزنم روشم کپی میشه، همین حروف کپی میشه واسم. وقتی که برید داخل اپ همستر اینا رو با هم دیگه مقایسه کنید، میتونید مطمئن بشید. ببینید این 4 تا حرف اول و 4 تا حرف آخر با هم دیگه مطابقت دارن یا نه. ببینید الان 4 تا حرف اوله، ببینید B V O K، ببینید دقیقا شبیه 4 تا حرف آخر کیف پول منه، یا 4 تا حرف اول کیف پول U K D. ببینید U K D دوباره Q با حرف کوچیک، یعنی که ربات من به کیف پول وصل شده و کار تمامه. آقا جریان درسته. یه جای دیگه اینجا هست بچه، اون نوتیفیکیشن رو که من روشن گذاشتم اونجا،
آیکون همستر رو میاره واسم. الان من دوباره برمیگردم، ببینید همون صفحه اول تونکیپریم ما یه قسمت اینجا هست، اینجا میزنید روش، این صفحه واسهتون میاد. خب بعد میزنید روی کانکت. اوکی، اینجا من میرم روی کانکت. الان یه ربات یس کوین و همستر به این کیف پول من وصله. اگرم نشد وصل یا شما وصل کردید بعد دیدید این آیکون میپره، اشکال نداره، احتمالاً بیاید اینجا و ببینید. الان اینجا من تیک همستر روشن میکنم، ببینید اینجا داخل نوتیفیکیشن، دوباره بذار بیام از اول، همینو من از اینجا آوردم. ببینید میزنید روی گزینه تنظیمات، آدم خودش بلده هی تون میره جلو. این نوتیفیکیشن اینجا میزنید روش، ببینید آیکون همستر برای شما. حالا یه تیکه دیگه هم اینجا داره، اگر شما اینو روشن بذارید بهتره. نوتیفیکیشن تبلیغات اون سایت است. اگرم نیومد اشکال نداره، یا چند روز دیگه امتحان کنید، یا هم که هیچ مشکلی پیش نمیاد، بعدن سکه های ما رو نمیخورن. میتونیم بعدن آقا درخواست بدیم، پیام بدیم جریان کیف پولتون چی شد، چرا جریان ربات چی شد، چرا به کیف پول من وصل نشده، اینو ردیفش کنید. خب دیگه آقا این پروفیت و سکه و اینکه چجوری توکن بیشتری ما گیر میاریم و اینا، همستر اومد یه خورده راجبش صحبت کرد. چی گفت؟ گفت آقا کوین مهمه، پروفیت مهمه، بعد لولام مهمه. لول کدومه؟ لول ایناست، اینجا. خب بریم روش. بچه اگر یادتون باشه وقتی ما همستر رو بازی میکردیم، نگاه کنید اولش این شکلی بود، لباس نداشت. بعد یه خورده بیشتر اومدیم جلو، این لباس داره. الان باز بیشتر که اومدیم جلو، ببینید لیگ ها، این لول ها اومد بالا. من الان توی گرند مسترم. همستر اومد چی گفت؟ گفت آقا ما چند تا استخر قرار دادیم برای کسایی که میخوایم بهشون ایردراپ بدیم، چند تا استخر قرار دادیم که دیگه نه سیخ بسوزه نه کباب. یعنی چی؟ یعنی که آقا مثلا کسایی که توی گرند مسترن، ما یه سری مثلا یه اندازه توکن براشون قرار دادیم. کسایی که زیر این لولن، ما یه سری یه اندازه توکن براشون قرار دادیم. کسایی هم که بالاترن توی لول لورد هستن، یه مقدار توکن براشون قرار دادیم. که کار خوب اینه که ما بیشتر ماین کنیم و به لول لورد برسیم، چون تعداد آدمای کمتری تو این لولن. مثلا 1 میلیارد سکه که شما جمع کنید، لول میره، این گرم مستر تغییر میکنه به لورد. حالا مثلا اینا اومدن گفتن که آقا ما مثلا این اعدادا رو، من مثال میزنم بچه، 1 میلیارد توکن گذاشتیم برای کسایی که داخل لول لورد هستن. 1 میلیارد هم مثلا یا 800 میلیون گذاشتیم برای کسایی که داخل لول گرند مستر هستن، و 800 میلیون دیگه هم گذاشتیم برای کسایی که پایین تر از این لولن، از لول گرند مستر. یعنی چی؟ یعنی اینکه اونایی که داخل گرند مسترن الان معمولی سطح بالا هن. چرا معمولی سطح بالا؟ دوستان این 250 میلیون اکانتی که داخل همستره الان همشون پلیر نیستن، بازیکن نیستن. خیلی ها وصل کردن، الان دیدم بعد 1-2 ماه این هنوز ایردراپ ها پولی در کار نیست، اینا ناامید شدن دیگه، نه کارتا رو میزنن، نه کد مرس رو میزنن، نه کوین جمع میکنن، ناامید شدن. خیلی های دیگه هم هستن فقط رفرالن، زیر مجموعن. مثلا آقا طرف خالش و داییش و عمش و به خاطر اینکه کارتا رو باز کنه آورده زیر مجموعه خودش کرده. پس کسایی که لیگ گرم مسترن تقریبا خوب بازی کردن، معمولی هن. و اما تعداد آدما توی این لیگ بیشتر از لورده. یعنی داخل لیگ لورد خیلی تعداد آدمای کمتری هن، خیلی کم آدمن الان، مثلا خیلی کمن، کمتر از گرم مستر و بقیه لولان که 1 میلیارد مثلا اومدن کوین جمع کردن. پس قطعا به اونا ایردراپ بیشتری میرسه، چون جماعت کمتری هن و استخراج جداگانه است، جداگانه شده. یعنی اینجوری نیست که فرض کنید
همون ظرفیت توکن رو بین همه تقسیم کنن. اومدن توکن رو دسته‌بندی کردن، گفتن آقا این قسمت این 1 میلیاردش برای کسایی که توی لیگ لردن، حالا میخواد 10 نفر باشه که رسیده باشه به این لیگ، میخواد 100 نفر باشه که قطعا آدمای کمتری به لیگ لرد رسیدن. و این بود اینکه چجوری بازی کنیم. سعی کنید خودتون رو برسونید به لیگ لرد، سکه بیشتری گیرتون میاد، یعنی ایردراپ بیشتری اونجا گیرمون میاد. خب بچه‌ها، من فکر میکنم که هرچی گفتنی بود راجع به همستر و هر اطلاعات و هر اخباری که داشتم و در اختیارتون قرار دادم. اگر چیز ناگفته‌ای مونده باشه که دیگه منو ببخشید. ممنونم از اینکه تا اینجای ویدیو با من بودید. یه چیز دیگه، کانال حتما سابسکرایب کنید. ویدیو رو هم اگر دوست داشتید و همچین محتوایی رو دوست دارید من بسازم و بذارم، لایک کنید که با هم دیگه بریم پیش به یاری خدا. چجوری خداحافظی کنم باهاتون قشنگ باشه؟ ما که با هم دیگه خداحافظی نداریم. ویدیو بعدی میبینمتون دوباره.